درود دوستان، غلبه بهادر عثمانوف صاحب کمربند WBA تایتل لایت ویت تایتل الیمینیتر شد. ما با این کمربند بهادر عثمانوف رو تبریک میکنیم. دوستان در کامنت ها تبریک کنید و دعا کنید که او در آینده قهرمانی جهانی WBA شود، چون که بعدی محاربه بر ضد ماکسی هیوز او را گفتند که او داوطلب کمربند جهانی WBA شد و محاربه آینده او برای کمربند جهانی می شود. دوستان ما امیدواریم که بهادر عثمانوف قهرمان جهان بشود در رشته بوکس حرفه‌ای، چون که او خیلی خوب است. دیروز 12 راوند خیلی خوب بوکس کرد. 12 راوند این 36 دقیقه می شود که تو همیشه در رینگ جنگ میکنی با بر ضد حریفت و حریفش هم خیلی پرقوت بود، چون که از انگلیس بود و قریب که 30 تا محاربه داشت. بهادر عثمانوف 12-0 یگان بار شکست ناپذیر است، یگان بار باختگی نیست و ما امیدواریم که همین خیلی میماند و قهرمان جهان می شود. دوستان بهادر عثمانوف رو تبریک کنید، دعا کنید که او قهرمان جهان شود. او وعده داد که قهرمان جهان می شود بعد محاربه و کمربند جهانی رو به تاجیکستان میآورد. دوستان باز یک خبر خوش دیگر، امروز در تاریخ بوکس تاجیکستان یکمین بوکسچی تاجیکی که خسرو رحیموف در وزن 57 در فینالی بوکس جهانی برآمد میکند و حریفش باشد اورازبک اسیلکولوف از قزاقستان. این بار اول است در تاریخ تاجیکستان که در بوکس آماتوری بوکسچی تاجیک در فینال برآمد میکند و انشالله ما امیدواریم که خسرو رحیموف قهرمان جهان می شود و خاطررسان میکنیم که اگر خسرو رحیموف قهرمان جهان شود $300,000 آمریکایی مکافات پولی میگیرد. اگر جای دوم رو گیرد $150,000 آمریکایی. ما امیدواریم که خسرو رحیموف قهرمان جهان می شود و صاحب $300,000 آمریکایی. دوستان همیشه ورزش کنید، بینید که ورزش چی فایده دارد، هم سلامتی هم تو رو در همه جا میشناسند، در آینده زندگیت خوب می شود. برای همین جوانایی که من تماشا میکنید حتما با ورزش آماده شوید. گوشتین، بوکس، تایکواندو، نمیدونم تمام کدومی که چی را میخواه حتما با همون آماده شوید، مشق کردن گیرید و در آینده خدا شما خودتون با این عادت میکنید و دیگه شاید که کی میدوند که قهرمان شوید. دوستان با خسرو رحیموف دعا کنید که او قهرمان جهان شود امروز و بهادر عثمانوف رو در کامنت‌ها تبریک کنید. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. من حتما این شام یا که فردا صبح نتیجه بوکس خسرو رحیموف رو به شما میرسونم. امیدوارم که او هم قهرمان جهان میشود. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد.